خیلی خوشحال دوستان چند یو من اسلامم. منم امیر هستم. دوباره اومدیم با یه کار خیلی گنگ. نه لاوه کار. لاوه؟ آره کار لاوه ولی رپرش گنگه. نه گوش ندادم ولی خب میدونم لاوه از کاورش معلوم هستن. بعد اسم ترک هم اولویدوه. اولویدو. طبق تحقیقاتی که انجام دادیم دوستان اولویدو به معنای اسپانیا یعنی فراموشی. پس کاری که فراموش باشه گنگ فراموش کرده. عزیز دلم این کار لاوه. فدات شم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خدا با اسپانیایی هست آقا داش فرانسویه. آره قبل اینکه سراغ ویدیو لایک و کامنت و ساب و بزن بکوب همه رو با هم بزن. داداش خسارت داری میزنی. کجاست میکروفون؟ آره خب آره دیگه این کارا رو بکن بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ موزیک. ویدیو کجا داشت؟ راست بریم سراغ موزیک. آره تا کی من تو رو نمایی بکوب تو گوشت اینا رو این بیل بیلک چرشو. آره آقا کاور ترک ارزم به حضورتون که کاور چیزی نداره. یه آتیش و توی طبیعت یه آتیش درست کردم دورم. اسم رپرم آقای امیر آمری. امیر آمری آره از بچهای گل. آره یکی نه کوسو بچه تهرانه. بعد آره یکی از رپرها خوبمونه واقعا. حالا من باهاش صحبت دارم و این داستانا. خیلی بچه خوب و گل و عزیزیه. گفتم خواستم ریاکشن آهنگش چون من خیلی از کارش رو دوست دارم. گفتم حالا این ترک و تازگی هم داده بود بیرون. گفتم ریاکت بهش بریم حالا. آره برو حمایت‌ها رو بزن قبل این داستان عزیز دلم. بریم سراغ ترک. آماده این؟ لیتس گو. 1 2 3 بریم. ای وایسی بچه وایسی. این چیزه تبلیغات این سایدن منو عکسا میرن تو آتیش گوشه چشامم مشکه دلم چیزی نی حالیش همه روزامم سخته کلا ندارم کاریش همش تنم تو تخته نگفتی بیبی سوری بیبی سوری دستان دلم میرن تو آتیش. وای از این کارا لاوه از این کارا دوست دارم. چقدر خوشگل آجی صداش دیگه چقدر خوبه. صداش خیلی خوبه. چیزه چه یه چیزه یه گیتاره ملودی نگاه کن چقدر خوبه. کلا ندارم کاریش همش تنم تو تخته نگفتی بیبی سوری بیبی سوری دستان دلن لا موهای لخت تو پیش منی خیالتم تخت خوب شبا خوابم میبره کنار تخت تو کاش برگردی بگیرم دست تو من با تو نگران نباش برمیگرده به قرآن خودت ناراحت نکن ولی من دوستش داشتم. نه ولی کارش خیلی خوشگله. واقعا کارو خوشگله. میگه که کاش که برگردی از اعماق وجودش اومده این کار. آره بریم یه لحظه چه گفتی چیزی گفت وایسم میبره کنار تخت تو کاش برگردی بگیرم دست تو تو تخت نیستی تو برگرد بگیرم دست تو. هی مثلا کسایی که شکست خوردن میفهمن این داستان خیلی داستان تخمیه. آره هیچ وقت امیدوارم هیچ این حسو ترجمه نکنه. خیلی حس چرت و چرکیه. من با تو کاملم بی تو کاغذ باطلم مجبورم تموم کنم تا ته این باطلم هی میخوام آروم شم تو میای به خاطرم عکسا میرن تو آتیش گوشه چشامم مشکه دلم چیزی نی حالیش همه روزم تا ته این باطلم هی میخوام آروم شم تو میای به خاطرم دهنت سرویس آجی میگه هی میخوام آروم شم تو میای تو خاطرم. رو سر کشیده. بیشتر موقع پسرها وقتی که مست میکنن حالا مست میکنن این داستانا حتی نباید اینا رو بگیم آجی دیمانیتایز میشه. آره دیمانیتایز میکنه داشت. آره وقتی که بیشتر پسرها حالا مثلا روی فاز بالای قرار میگیرن بیشتر یاد کسی که دوستش دارن میافتن. میدونی همش بک میزنن تو خاطرم
عکسا میرن تو آتیش گوشه چشامم مشکه دلم چیزی نی حالیش همه روزامم سخته کلا ندارم کاریش همش تنم تو تخته نگفتی بیبی سوری. این چیزه این کورس کاره. آره چه خوشگل کورسشه دوست داشتم اصلا. و فلوش هم فلو چطور بگم فلو نوعه میدونی فلو جدیده خوبه. آره مثلا نه 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 میدونی اینجور میاد بالا نه 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 خیلی خوبه فلوش باحاله. تیر چشام تیکه بودم سیکه دلم پیشه دستم درینکه چجوری اینو رد کنم آخه دوریم و فکرم همراته جلوی چشمم عکساته عکسا میرن تو آتیش گوشه چشامم هم کار لاوه و دیدم کار کنن دپه. دیسلاو میشه مهراب خسته صدا. آجی امیدوارم هیچ کدومتون هیچ وقت این حسا رو درک نکنید دیگه میدونی خیلی حس بدیه این شکست خوردن خیلی چیز چرتی. درست آقا حسام؟ درست که هست ولی من راضیم الان. نه ایشون که متعال این که هیچی من خودم دارم میگم. دهن تو سرویس نمیر. خلاصه که چیز بدی متعال فعلا که نه متحد مشکه دلم چیزی نی حالی بال بود 3 بار کورس رو پلی کرد توی کار میدونی باله خوشم من کاری که 3 بار کورس پلی میشه حالا قشنگه کلا. آره. کار خیلی خوبی آجی میدونی مثلا خوراک میدونی چیه مثلا لب دریا باشی خب سوسیس آره حاجی مثلا لب داشتم میگفتم مثلا لب ساحل باشی میدونی آره مثلا تو باشی و مثلا مثال با رفیق تو مثلا یا حالا یه چیزی اونجا باشه بخورید و این دو بذاری چیل کنی قشنگ میدونی کارو در میاره واسه خیلی خوبه. همه روزامم سخته کلا ندارم کاریش همش تنم تو تخته نگفتی بیبی سوری. آقا به نظر دیگه ما جریدا کردیم دوست عزیز داداش بیخیال شد دیگه به نظر ما این شب صبح زور شب آقا کار خیلی خوب بود خدا وکیلی میدونی امیر آرزوی موفقیت برات می‌کنم. آره خوب ما امیدوارم داشت بالا اون بالاها ببینیمت کارهای بیشتر. هر کی داشت به اون استعدادی که داره حقشه به اون چیزی که حقشه برسه میدونی مثلا امیر واقعا استعداد خوبه. ببین من امیر خب میدونی چی میگم اصلا اوناست که خوراک اینه مثلا مثل چیز هست مثلا یه فید با هیچ کس بده مثلا یه کورس کارو دست بگیره میدونی مثل معیار میمونه. آره مثل معیار میمونه خوراک آجی اینجور کارا واسه صداش قشنگه صداش خیلی خوبه خدایا آتیش نمونه قاتیش. بریم آقا بریم سراغ آلبوم TNT میریم واسه ضبطش خیالت راحت. تهران منفجر شده با TNT. آقا خیلی خوش اومدیم این ویدیو حالا دیگه برید دیگه خداحافظ تموم شد خداحافظ قربانتون.